این چیه تنت کردی؟ باز گیر دادی یا لباس دیگه. چرا اینجوریه؟ مال کی است؟ پلی بوی؟ شیطان پرسته؟ ال جی بی تی کیو؟ مال چی؟ باز داری مسخره میکنید. چه اشکالی داره؟ به عقاید دیگران احترام بذارید. خب پس تو آدم نمیشه. چی میگم ها؟ میخوای ببرمت به آینده ببینی با همین احترام گذاشتن کارمون به کجا میرسه؟ به آینده چجوری نداره که بابا، انیمیشن دیگه، هر کاری دلمون بخواد میکنیم. بریم. اینا کیان؟ چرا دارن وسط خیابون جیش میکنن؟ به عقایدشون احترام بذار. اینا چرا لختن؟ به عقاید اونا هم احترام بذار. این منم. بله اون تویی. این کیه کنارمه؟ شوهرته. خاک عالم، شوهر؟ بله شوهر. به عقاید خودت احترام بذار. من چقدر چاق شدم. چاق نیستی که پسرم، حامله. علم پیشرفت کرده، قراره یه توله سگ پشمالو به دنیا بیاری. نه من نمیخوام این کابوس رو تمومش کن. چرا اینجوریه اینجا؟ از بس که به عقایدی که نباید احترام گذاشتیم اینجوری شده. عزیزای دلم، همه فجایع از اتفاقات کوچولو شروع میشن.